آبادو بگیره خب بابا میگه تو رو بگیر چی ساخته مادر زنان حق مالکیت و کار در سنج آنها به خودشان تعلق داشت، در این حال که وظیفه هزینه خانواده رو بر عهده نداشتند. با اینکه در آن است و حتی تا همین دوره‌های اخیر در اروپا زنها بر اساس تورات موجود درجه دوم تلقی می‌کردند، قرآن کریم تلقی موجود درجه دوم بودن زن را به شدت نفی و با آن مبارزه کرد. البته با اینکه مسلمانان همچنان تحت تاثیر برخی اندیشه‌های خرافی درباره زن که از دوره جاهلی باقی مانده بود قرار داشتند، در این حال تحول عظیمی نسبت به گذشته پدید آمده بود. رشد و بالندگی علم و فرهنگ. یکی از ویژگی‌های فرهنگ علمی در دوره اسلامی عدم اختصاص علم. در ادامه به نمونه‌های از این توجه به علم و آموزی اشاره می‌شود. زنی نزد حضرت فاطمه سلام الله علیها آمد و گفت مادری دارم که در باب نماز سوال‌هایی دارد. سابسکرایب در چندمه؟ امروز در 8 بهمن 1400 چند نوکرتم در سلامت باشی نوکرتم ببینم به کلا این آقاشو باباشو نگاه برنامه‌تون برای ادامه زندگی چیه؟ حالا بچه‌ها هر برنامه‌ای داشته باشن ما هم همون رو داریم. نماز دوستان بادینمون فضا خیلی معنویه. این آقا احتمالاً نمازش تمام شه گوشیمو میگیره. اوه پشتم مدیر دارم ولاگ میگیره. بیاد. چی شد؟ این هفته آخره، هر کی از هفته بعد بیاد واقعا آدم واقعا نفس بیشتر فاصلمون نیست که تب و تو بیواز تو شبامه حالا سگای بیابون مسجد میمون من ولی خب میخوام دوم بیام کمین کنم ببینم کسی اومده یا نیومده. تو همین کارو میخوای کنی؟ من همینم جدی. من میام کمین نیام کیشم بعد اینا همه بیان ما بشن. این آقایی که داره هر اینجوری اینا میگه. دیگه به خانواده ندارم. آقام یوتیوب ببینه. پاهانم یوتیوب ببینه. خیلی مرد علیفیه فالوش کنید سابسکرایب کنید. اومدی موندی شکل تو آقا اونجا که دیگه دسته آقا این اسکولا گفتن که میخوان تا الان دیگه برن، یعنی اسفند شد خواست بده کلون تو حساب 50,000 تومان کار کنن. گفتن که اینا میخوان یک اسفند برن ولی خب چون به ماماناشون زنگ میزنن خیلی چی میگن جرأتشو ندارن، نمیتونم بگم. سر همین موضوع اینا موندن میخوان تا ماه رمضان بیاد. ماه رمضان هم شد دوباره زنگ میزنن به ماماناشون بیان تا 28 اسفند میان مدرسه. من تا 28 اسفند قراره یه جوری داره واسه اون که میخوره برآورده میشن. نیاز به جمعیت کدوم نهاد؟ آقا بذاریم خونه میریم حالا. چند نفر تو لایو خانواده برآورده مصرف کدوم نهادی نیاز به برآورده؟ 300 نفر تو لایو یا حسین اینا پشت بریم آقا میذاره بریم. کدوم نهاد اینا تعیین می‌کنه ما چجوری رفتار کنیم با ما برآورده اصلا کلا این کارش داره. قرآن کریم، نهاد تعلیم، نهاد دین، نهاد فقر، نهاد دینی، نهاد مسجد جامع، نیروی انتظامی، بسیج، نیاز به انتقال وجه، فرهنگ دختر بچه‌ش رو هر کدوم رو توی یک اتاق‌های جداگانه حبس کردن که به حبس دختر کوچکش و زنش رو در بهشون بازه بابی بود دیدی نداشت جلوی چشم بقیه خود ارزایی میکرد. خب ایران بعد از انقلاب درگیری جنگ اخلاقی
سوال دارید شما؟ نه فیلم 23 نفر رو شما ببینید حتما توصیه می‌کنم. آقا 20 نفر چطوری؟ نه اون کارو که انجام نمیدم. بذار فکر کن چی رو واقعا فیلم شو بریم. آره. عالی یه دست به دوربین ما تکون بده راست بار خب فرمانی که جلوی کل دنیا وایسادین الان به نظر شما کجا بودین؟ عراق ها یارو نخنه یارو از فردا دیگه نیاییم ما بیای زنگ نزنید خرید نکن حالت اعتیاد داره. حالت احتیاط اولا مهمترین تاثیری که داره تاثیرات روانیه. آن چیزی که آقای علی پویا گفت کاملا درسته. اینو میشه بذارید آقای علی پویا رو سابسکرایب کنید مقایسه می‌کنید فلانی مثلا چه بدنی داشت زن ما چه بدنی داشت. ایو طلاق بگیریم آقا خیلی عالی. چه فایده اینا بنویسن. آقا ببین پورن این افرادی که طول سطح توقع میگه باید 45 سانت باشد. افزایش سطح 45 سانت آره. هر 30 سانت من که توی سایت ها نرفتم ولی میگن کاتگوری داره مثلا بخش فلان سری پول آنال مثلا. فلان انواع اقسام بازیگران با بدنهای مختلف شما انتخاب کنید. پوزیشن های مختلف حرفی داری بگو کلا 3 ثانیه قراری باشی 3 ثانیه از هر حرفی بزنی میذارم پشت پرده ها زنگای تفریح وای میسیم با گوشی بازی میکنیم من کلا زنگ تفریح رو خوابیدم این شده من تا زنگ تفریح دیدی من واقعا نوبت من خیلی وقت زنگ تفریح رو ندیدم کلا نمیاد چند ساله پارسال بودی پارسال آره پارسال اینجا بودی پارسال واسه نیمه دوم اومدیم خیلی اینجا خوبه یا خودم کشفش کردم آقا زنگ میخوره دهنمکی مدیر اگه داری میبینی زنگ میخوره دهنمکی میاد پشت این پرده ها قایم میشه بعد در رو باز میکنن برای زنگ تفریح که برید گمشید بیرون نمیبینش برای اینکه بگن یهودی امنیت ندارن و کشور اسرائیل رو ایجاد کنن. خب مسیحی ها هم همین کارو کردن تلاش کردن حضرت عیسی رو از بین ببرن فردا اینا رو جواب بدی مرد حسابی سر خود سرات جلو تو میگیرن اینا رو میخوام میگه شورای نگهبان وظیفه‌ش چیه؟ حق معلومه زاره که خودش نباشه. آقا ارتباط با ماورا چیه اصلا ببین هر جامعه‌ای ارتباط با جن الله معذرت باید جن الله روابط خودش رو روابط هم